سلام روزتون پر از عشق، آگاهی، ایمان و امید باشه. سارا هستم و توی کانال من شما میتونین همراه هم باشین با خوانشی کوچیک از کتاب هایی که حالا من توی زندگی خودم خوندم و میتونیم در حالا ویدیوهای بعدی در مورد حتی مسائل بیشتر و کتاب های بیشتری هم صحبت بکنیم. براتون از کتاب چرا تا به حال کسی اینها را به من نگفته بود نوشته جولی اسمیت تقریبا 3 نکته کوتاه رو نوت برداری کردم و در واقع میخوام در مورد اونا صحبت بکنم و خوشحالم که توی این خوانش، توی این آگاهی بخشی همراه شما هستم و کنارتون هستم. امیدوارم اگر این کتاب رو خوندین حتما زیرش از نظرات خودتون برای من کامنت بذارین، توی این ویدیو به دوستاتون معرفی بکنین، کانال رو سابسکرایب بکنین و اجازه بدین در کار من در نشر این مسائلی که خودم اونا رو یاد گرفتم و دوست دارم به شما هم القا بکنم همراه و همسو باشیم. جلسه قبلی که ویدیو رو گذاشتم یکی از دوستان از من پرسید سارا چرا اسم کانال تو گذاشتی نفس بعد؟ خب خیلی‌ها که با تو آشنا نیستن و ممکنه اصلا متوجه کلام تو نباشن، ممکنه براشون سوال پیش بیاد. بهتر که توی ویدیو بعدی دیگه شفاف سازی بکنی و منم گفتم چشم مثل همیشه و برای من باعث افتخاره. چرا اسم کانال رو گذاشتم نفس بعد، کتاب نفس بعد. خیلی وقتا پیش اومده که شما وقتی یه چیزی رو یاد میگیرین، یه چیزی رو آموزش میبینین و بعد پذیرش میکنین که خب من تا حالا اینا رو نمیدونستم، الان که میدونم میتونم توی زندگیم به کار ببرم، میتونم ازشون استفاده بکنم و بعدش یه نفس عمیق میکشین و خودتون رو به انجام درست و مجدد اون کار وادار میکنین و تکرار و تکرار و تکرار تا اینکه ملکه ذهنتون بشه. نفس بعد هم همینه. کتاب به نظر من جزو یکی از اون تجربه هاییه که آدم توی زندگیش خیلی خیلی راحت میتونه حالا سراغش بره. این روزا دیگه بحث مادیش هم اصلا کنار رفته، شما میتونین با یه پادکست گوش دادن تمام اون کتابایی رو که بهشون دسترسی ندارین پیدا بکنین و اونا رو به صورت صوتی گوش بدین. ولی خب ما عشق کاغذی‌ها همیشه کاغذیشو بیشتر از صوتیش میپسندیم. بریم گزافه گویی نکنیم، بریم سراغ مبحث کتاب. من در وهله اول بهتون بگم که قرار در مورد 3 از این موضوع صحبت بکنیم و فکر کنم هر ویدیو رو اختصاص بدم به یک موضوع. کوتاهن ولی خب تجربه ثابت کرده که ویدیوهای کوتاه حالا بازبینی بیشتری داره و نمیخوام زیاد طولانی باشه در این مورد. خانم جولی اسمیت توی کتاب چرا تا به حال کسی اینها رو به من نگفته بود در یکی از مبحث‌ها و فصل‌ها میاد در مورد این صحبت میکنه که چطور احساساتم رو بهتر بشناسم و مدیریت کنم. اینو اگر نگاه میکنم به صفحه کاغذ دفترم، چون من یادداشت برداری کردم نمیخوام که پرش کلام داشته باشم، امیدوارم که عفو کنید. خب چطور احساساتم رو بهتر بشناسم و اونا رو مدیریت بکنم؟ من مادرم، پسرم الان حدوداً 4 سال و نیمشه و خیلی جاها واقعا من به فکر میگم که واقعا اون موقع ها این چیزا رو به ما میگفتن. اینایی که مثلا الان من پسرم ناراحته، من میرم بهش میگم تو رو خدا خواهش میکنم، پسرم خب برعکس مادرش من برونگرام، آره درونگراست، تو رو خدا خواهش میکنم بریز بیرون. اون چی شد که عصبانی؟ چه اتفاقی افتاد که ناراحت شدی؟ چه اتفاقی الان چرا خندیدی؟ و خیلی وقتا اون رو بابت این که صحبت بکنه در مورد احساساتش مجاب میکنم و فکر میکنم نمیخوام اسم ناآگاهی رو روش بذارم، بی‌ادبی تلقی میشه. نمیخوام اسم این رو بذارم که خب اونا نمیدونستن و اینم باز بی‌ادبی تلقی میشه. اما باید قبول بکنیم که نسل امروز نسل آگاه تری هست و حالا دلیلش دنیای مجازی هست، دلیلش اینه که آدم‌ها خودشون رو مجاب میکنن برن دنبال سوالاشون و هر دلیلی. اما در گذشته این شکلی نبوده و نسل ما در واقع میتونه بزرگترین آسیبی که دیده همین بوده باشه که
خودمون یهو از یک کانالی پرت شدیم توی یک کانال دیگه و مجبور شدیم تمام چیزهایی رو که نمیدونستیم رو یاد بگیریم و دوباره مجددا مثل یه بارگذاری کردن و یه سری کدها اونا رو تو مغزمون بذاریم. و خوشبختانه دنیای کتاب، دنیای آگاهی، دنیای آدمایی که دنبال این چیزا هستن به ما این اجازه رو دادن، این فرصت رو دادن که ما بتونیم این بخش رو پررنگ‌تر بکنیم. موضوع بحث رو دور نکنم، چطور احساساتم رو بشناسم و اونها رو مدیریت بکنم. تا حالا شده یه روزی فقط حالت بیدار بشی و ببینی که حالت بده، اصلا حوصله چیزی رو نداری، ناراحتی، چه میدونم کسلی یا هر مثلا دیروز برای خود من اتفاق افتاده بود، میرفتم پیاده روی صبح، ولی دیروز واقعا حسش نبود. بقول یکی از دوستا چت جی پی تی میخواست منو ببره انقدر که دیگه من بی‌حوصله بودم و من به خودم گفتم که خب سارا، تو امروز به خاطر چیزایی که پیش اومده، مسائلی که هست پشت صحنه ها، حال نداری، مجبور نیستی به خودت فشار بیاری، دراز بکش، برای خودت استراحت بکن، بخواب، اصلا فیلم ببین و به خودت فشار نیار. و بابت اینکه نرفتی پیاده روی و از تمرین جا موندی خودتو نباید سرزنش بکنی. بشین در مورد اینکه چرا این احساس به تو اومده و باعث شده که تو مثلا کمکاری بکنی، بنویس، فکر بکن و در موردش برای خودت اونو جا بنداز که حالا دفعه بعدی اگر اومد سراغت دیگه این اتفاق نیفته. خب مسئله‌ای که برای من پیش اومده بود نشأت گرفته از اضطراب بود، از ناراحتی بود که خب چند روز گذشته درگیرش بودم و این باعث شد که احساسات من به صورت غم و اندوه بروز بکنه، احساسات من به صورت فلج کردن بخشی از کارهای روزمره‌ام بروز بکنه و میشه گفت این خوب نبود. و من سعی کردم که برای حالا ساعتی هم که شده به خودم این فرصت رو بدم و اون رو در واقع اون بخش رو درمان بکنم. ممکنه پیش بیاد که یهو یه کسی یه حرفی بزنه و تو متوجه نباشی که چی شد، چرا یهویی انقدر ریاکشنت شدید شد، چرا یهویی انقدر تند واکنش نشون دادی. خب این اینجا میگه که جمله معروف توی کتاب میگه احساسات ما دشمن ما نیستند، پیام آور ما هستند. این رو اگر بیایم هجی کنیم و بهش فکر کنیم و معنیش رو در بیاریم، ببین خیلی حرف بزرگیه. ما همین الان من ریاکشن تندی به تو نشون میدم و باعث میشه که خودم رو یه آدم عصبی یا آدم پرخاشگر به تو معرفی بکنم. این احساس منه، این احساس من بوده در اون لحظه به حرف تو، به ریاکشنت، به واکنش تو، به رفتار تو. و اگر من بیام این وسط این رو سرکوب بکنم، خودم رو سرزنش بکنم، به خودم بد و بیرا بگم چرا این کار کردی، خودم کوچیک کنم، خودم تحقیر بکنم، من اصلا پیام احساس هم رو نفهمیدم، اصلا متوجه نشدم، اصلا اجازه ندادم بفهمم که این اتفاق چرا افتاد. فقط یه در پوش گذاشتمش این پس کلم و رفتم جلو. خب این 2 سال دیگه میاد، این 2 ماه دیگه دوباره میاد، اصلا فردا بر میگرده، چون این رفتار میخواد به من یه چیزی رو بگه دیگه، میخواد به من یه حرفی رو بزنه، ولی من نشنیدش میگیرم، من اصلا سراغش نمیرم و میگم خب الان یه اشتباه کردم دوباره و شروع میکنم به معذرت خواهی و شروع میکنم به فرافکنی و شروع میکنم به اینکه هی دست و پا میزنم یه کاری بکنم که اون رفتار رو با اون آدم که داشتم درستش بکنم. نه عزیز من، اون آدم مرحله بعد ماست. اول خودمون، اول من که چرا من این کارو کردم، چی شده به من کجام خط خورده، زخم خورده، شکسته که الان ریاکشنم شده این پرخاشگری. یه ذره خودم رو دوست داشته باشم، بعد نفر بعدی که وظیفه‌مونه اصلا بریم ازش معذرت خواهی بکنیم بابت اشتباهی اگر کردیم. و اینجا
برای اینکه در مرحله اول بتونیم این رو پذیرش بکنیم، چون بعد از اینکه شما فهمیدین که اشتباه انجام دادین، مرحله بعدش پذیرش هستش، اینکه بپذیری خب اوکی من الان این کارو کردم و بفهمم که این احساس تا ابد ماندگار نیست. این یک احساسیه که اومده و حالا بگیم جمله دقیقاً کتاب بخونیم، هیچ احساسی تا ابد نمیمونه، حتی بهتر میشه اگر مراقبت بکنیم ازش. وقتی که شما پذیرفتین که مشکلی توی رفتارتون بوده، اون موقع میان شروع میکنین به کنکاش کردن، به نوشتن چی شد، چه اتفاق برای من افتاد، چرا من این کارو کردم، و مینویسی. و حالا بالفرض سارا خودش رو میبینه، میفهمه، درک میکنه، میبینه که مثلا فلان سال فلان روز اون حرف رو شنید و ریاکشن عصبانیت رو، خود حفظ کنی رو نسبت به این مسئله داشت و این باعث شد اگر هیچ رفتاری از خودش بابت اون مشکلات، اون ناراحتی ها، اون کمبودها معذرت خواهی نکرده باشه، خودش رو بغل نکرده باشه، امروز در چنین روزی مجددا این واکنش و ریاکشن تکرار میشه. و فکر میکنم بهترین راهکار اینه که خودتون رو بشونین روی صندلی، به 5 دقیقه هم که شده حتی به خودتون فرصت بدین، اجازه بدین که خودتون رو بیشتر ببینین، اجازه بده بروز بدی. یه باری از یه خانمی توی اینستاگرام شنیدم که میگفت اگر چیزی ناراحتت کرد بدترین ریاکشن ها رو داشته باش، نزار مریض بمونی. حالا اگر نمیخوای دیگران این ریاکشن رو ببینن، خودتو برسون به یه جایی، برو قدم بزن، یا آهنگ بذار با صدای بلند برقص، یه کاغذ بیار جلو دستت، انقدر خطی کن که اون خروشتو بیرون بریزه. کسی که دوستش داری برو بغل کن، ببوسش. برای کسی که نیست نامه بنویس، گریه کن، ولی حتما یه کاری بکن، حتما اجازه بده اون برون ریزی اتفاق بیفته و بعدش بشین در موردش فکر کن که چه کار کنم که این اتفاق رو پشت سر بذارم. چون احساسات ما پیام آور ما هستن. وقتی که به اون آرامش رسیدیم تازه میفهمیم که بله چقدر توی سالهای گذشته خودمون اذیت کردیم، در حالی که میتونستیم با کمترین هزینه فقط با بغل کردن خودمون، پذیرش خودمون، بخشش خودمون اون قسمتمون رو آروم بکنیم. دوستتون دارم، خیلی زیاد دوستتون دارم. حالا ما لایک جمع کن نشیم، ولی خب یوتیوب کارش اینه دیگه. اگر میخوایم محتوا رو به دیگران نشون بدیم، ما باید از شما بخوایم که محتوای ما رو لایک بکنین، سابسکرایب بکنین، به قول این یوتیوبرهای های زنگوله رو بزنین که حالا محتواهای بعدی هم براتون بالا بیاد. مرسی که همراه هم بودین، دوستتون دارم، تا ابد بدرخشید.